سلام بر بچه های یوتیوب اینستا و اینست. چه خبر بچه های خوبه؟ این حالتون چطوره؟ اینه که بچه اومدیم که از اکانتمون رونمایی کنیم، یعنی رونمایی از اکانت. دیگه زیاد وقتتون نمیگیرم، فقط یه خواهش ازتون دارم، یه لایک و ساب به ما نمیرسه، یه لایک و ساب بزنید رو خدا. آقا الان رونمایی از اکانت رو ببینیم. اول اینجا رو میزنیم بیسیک تا لول 400 مکس. ببینیم آقا، یک بار مولتی لجند کردم، 4 بارم بتل و این سیزنم بتلمو 10,000 کردم. البته الان 12,000 خورده ایم. بعد اینو بگم که من اکانت قبلیم 4-5 بار بتل لجند شده بود و 2 بار مولتی، یعنی اونو فروختم دیگه. اینو خریدم اون موقع اون لولش 400 بود، الان اون وقت اینو خریدم لولش 140 بود. بعد دیگه اینو بگم دیگه، بریم سراغ آواتار. اول بریم سراغ آواتارا. این کیسپر از همشون خفن تره، این لجند، اینم لجند، اینم لجند. دیگه بریم پر سراغ پایین میریم، دیگه چیزی نیست. و آواتار فرام میریم اینجا، بیشترش مال بتل پسه. و بریم سراغ کالین کاردم خیلی لجند دارم، بیشترش هم مال گردونه است، یعنی من هرچی گردونه میزنم کالین کارد لجند به من میده، یعنی بیشتر از اینا بهمون کالین کارد میده. دیگه هم ایناست. خب بریم سراغ بریم چه گانای مستری داریم. از دسته رایفلا فقط 117 مستره، یکم مونده اودن مستر شه. از دسته اسنایپا دیل هم مستره و یک کم مونده که لابراتوری تون را من مستر شد. LMG هم مستر ندارم. SMG سوش بلیدو دارم، سوش بلید مستره. USS9 هم یکم مونده مستر شد. شاتگانم که بخوایم بگیم HS و بیوایه و یکم مونده که کیارم مستر شد. ماکسمان هم که هیچی نیست. بریم سراغ گانه گلد و دایموند. این گانه گلدمه. ببین این گانه گلد خیلی کمه، چون اکانت قبلیم اسنایپر رایفلا و LMG هم پلات بود با شاتگانم. اینم پلاتینیمه، فقط شاتگانش پلاته. داماس نداریم. دایموند هم ایناست، این 6 تاست. دیل هم نزدیک 110 تاشو رفتن، دیگه 10 تاش مونده. اینم از این، دیگه زیاد چیز نیست. بریم سراغ ویترین اکانت. این ویترین اکانتمونه HS لجند دایموند گذاشتیم و سوش بلد متیک و دستکش بوکس و رایت کیمور لجند. خب اینه بگم من 7 تا کاراکتر گردونه دارم، یه دیگه گوسزرال مثلا از همشون خفن تر، اینو گذاشتم. بعد دیگه اینو بگم سراغ اکانت. خب اول بسم الله این سوش بلد متیک رو نه فول کردم نه دور 5 و 6 در آوردم. این سوش بلیدو دور اولی در آوردم، البته من در نیاوردم، من سال قبلی دور اولی درش آورده بود. و صدیب لاوام 480 تاشو با زحمت بردم، 20 تاشو با CP زدم. این دستکش بوکس و مال گردونه سریز بود که بیشترتون یادتونه، گردونه بود که گان لجنداش RPD بود و همین دستکش بوکس و SVD و دو تا گان لجند دیگه. بریم سراغ گان لجند بعدی رایگان است. این رایتی که هم دور اولی در آوردم، گردونی 7 آیتمی بود، اسکینش گانزو بود، اسکینش به درد نمیخوره، خب ولی اینو دور اولی رایتیکو در آوردم و این رایگان است و HS رو فول کردم، از فول کامل نه، 9 دور HS لجند رو زدم و دور نهمی HS رو بهم داد. بریم سراغ گان پیکا. 299 تا گان پیک دارم. اکانت قبلیم نزدیک 300 خورده گان پیک داشت، دیگه اونو فروختم، دیگه 299 تاست. بریم که اینجا بهتون نشون بدم. بیاین این برای خودتون اتوماتیک میره دیگه. این خیلی یعنی بتل پسان تقریبا به 30 تا رسیده، 28 29 30 رسیده. اکانت قبلیم نزدیک 18 تا هم خورده بود. بریم سراغ اسکین. این اسکین اینا بیشترش خزه، مال بتل پس و اینا، و حالا مال اولین اسکین گردونه من اینه، کیستره، مال گردونه پیپینوزه لجنده. بریم سراغ اسکین گردونه دومین اسکین گردونم اینه الان، بلک جک. این بلک جک مال گردونه شاپر لجنده و من دور 4 اینو در آوردم.
باگش هم اینه که سه دور حالت معمولی گردونه رو بزنی، دور چهارمی اسکیپ انیمیشن رو فعال کنی و گردونه رو بزنی. و حالا بریم پایینتر، بریم بعد از اسکین بلک جک میشه گوست اسرائیل که خیلی خفن ترین اسکین هست. گوست اسرائیل مال گردونی M13 متیکه که من دور دومی گوست اسرائیل در آوردم. گوست ارام بریم دور مال سومین اسکین گردونه رو نشونتون بدم. این سومین اسکین گردونه منه. ببینید کجا رفت. این سومین مال گردونه M16 لجنده که من دوره اولی اسکینشو در آوردم. شادو والف اسمشه دیگه، شادو وفال یو اسمی داره. بریم سراغ اسکین گردونه بعدی. فکر نکنم داشته باشم، فکر نکنم، ولی اسکین گردونه من اکانت قبلی 5-6 تا داشت. اکانت قبلی لول 1 تا الان دست خودم بود، ولی لول 140 دیگه اومد دستم. این اسکین رو داره دیگه. من این اسکین رو خیلی دوستش دارم، مال کریت بود. من 10 تا با تکن طلای زدم گرفتمش که اینا سکانفیک و اینا اسکین گردونه رو زیاد داشتم. کجا رفت؟ ببین خودتون پیدا میکنه دیگه تو ویدیو گذاشتم. سراغ ماشین که لجند نداره، اینا زیاد مهم نیست. بریم که مال ببینیم که اصلا تو بتل اینا چی داریم. این بتل ماس اینا یه دیگه چیزی لجندی که داریم این چتر لجند داریم و این ایربون لجند هم داریم. مال کرید در آوردیمش. این ایربون است. این ایربونه هم داریم. گانه دراپیمون هم ایناست. این HS لجند. اگه خواستین اتچمنت خیلی خوب وانشات تضمینی اسکرین شات بگیرین. اینم از گان دومی سیوش بلید متیکه که خواستین این هیپ فایر خداست، یعنی اسکرین شات بگیرین فقط برو رنده کن. بریم از گان دومی هم بگیریم. اینم از گان دومی چک دوازه که ول کنی برای چیز بود. این فنک هم خیلی خوبه، یعنی هیپ فایر، یعنی برو رنگ لجند باش، برو لیدر بورد. این اچس مخصوص هیپ فایره. عکس بگیرین، اسکرین شات بگیرین، بهترین اتچمنت. بالا دالان این 117 لاواست. این 117 لاوا از اتچمنت داداش مدرز، بهترینی که از بهترین پلیرهای کشورمونه. اتچمنت مدرز، یعنی بیشتر اتچمنت مال آقا مدرزه. خب الان اینو بگیم دیگه، کاتانا و زیاد چیزی نداریم. و حالا ببینیم چند بار الان من اینجاست. نمیدونم چرا گفته که آره باید برسه سیزن 12 تا من این گان لجند کریت مشکی رو بگیرم. خب الان چیم دانش رو تو برم الان بگم چه تموم گردونه های فوریو کال آف دیوتی موبایل زدم. مثلا گردونه فوریو که کامل زدم، مثلا گردونه آرتریو 8 دور زدم، فقط آرتریو تایپ 25 گانش مونده. مثلا هیدورا 3 دور زدم، این بهم داد و جت پک و این. مثلا اینم که این امروز اینم نزدم، اینم مثلا این ماشین خیلی، یعنی از همه اکانتا بیشتر گردون زدم روی اکانت. این اسموکش رو گرفتیم، اینم 2 دور فکر کن، آره 1 دور زدیمش. بعد اینم که زدیم چی بهمون نداد، اینم که رایگانه که میشه زد. و اینم که دوست داشتیم بیان تو کلن ما. البته کلن من برای موقتی از کلن رفتم و دوباره برمیگردم. کسی خواست تو کامنت ها بگه تا من اسم کلن رو بهش بدم، بریم کپی کنین تو چیز کلن بنویسین و تست کلن بگیرین. میگیم که تستر داداشمون آقای روحام اون وایس مستر کلن میدیم اون تو چیز بگیره، تست کلن میگیره. تست کلن گرفت. الان در اصل تست کلن مثلا اصل چیزی نیست که مثلا یارو تست رو ببری، اصل اخلاق سبک بازی و ایناست. خب دیگه هر سوالی داشتیم تو کامنت ها بگین. راستی رو بگم بتل پس از تقریبا یه 28-29 تا بتل پس دارم. این از بتل پس های برگشتی تقریبا یه هم اندازه یکم مثلا 5-6 بالاتر بتل پس ای جدید دارم. 5 تا سی پی هم که چند وقت پیش یکای سی پی زدیم، ماناشو خرج کردیم
دیگه در خدمتم دیگه بچه‌ها، لطفا لایک و ساب بزنین، چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. دمتون گرم، شب بخیر.